همزبانان عزیز، ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که دمی سفر رسمیش که به عربستان داره میره و اسم خلیج فارس به خلیج عربی تغییر میده. یعنی شما تصور بکنین قبل از اینکه هیچ آمریکایی وجود داشته باشه یا کریستوف کلمب به اوج رفته باشه، نامی از خلیج فارس بوده طبق اسناد معتبر تاریخی. به چی دلیل باید چنین تجاوزی صورت بگیره و تاریخ ما را، زبان ما را، فرهنگ ما را این رقمی علنی تجاوز کرده تغییر بدن؟ ما باید بر هر شیوه ممکن صدا بلند بکنیم، اجازه ندیم. متاسفانه در پروژه های قبلیشان موفق شدن که گرفتن ما را در زبان، تاجیکستانی ها را تاجیکی زبان، ایرانی ها را فارسی زبان، یک زبان سه بلک کردن و اینمی پروژهشان ادامه داره. متاسفانه در گوگل مپ فعلا گرفتن به انگلیسی اضافه کردن که خلیج عربی. شیوه اعتراضی این رقم از گوگل مپ باز بکنین، امو متنی را که پایین اضافه کرده او را ریپورت بزنین به گوگل مپ که یک ریپورت، 10 ریپورت، 100 ریپورت، بالاخره که ریپورت ها زیاد شوه و کارمندا مجبور میشه که نگاه بکنه، بازنگری بکنه و شما یک کمکی به تاریخ و فرهنگ و زبانتان به این طور انجام داده باشین. خلیج فارسمون توی گوگل مپ شده خلیج عربی. بیایید فقط 1 دقیقه وقت بذاریم با هم درستش کنیم. فقط کافیه وارد گوگل مپ گوشیتون بشید، توی این قسمت سمت راست بالا کلیک کنید، گزینه هلپ اند فیدبک رو بزنید، در این قسمت گزینه آخر رو روش کلیک کنید و اینجا این متنی که توی کامنت اول براتون نوشتم رو پیستش بکنید و روی دکمه ارسال بزنید. تا جایی که میتونید این ویدیو رو واسه دوست، آشنا، فامیل بفرستید چون فقط 1 دقیقه زمان میبره. اگه نتونستید متن رو کپی کنید، فقط کافیه کلمه متن رو برام کامنت کنید تا براتون بفرستمش.